مهدی گلفرمرزی هستم. میخوایم بریم با هم رازهای گوگل رو فاش کنیم و اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. نظر دیگه هم داشتید حتما برام بنویسید. خب اولین چیز میریم توی گوگل. اولیش مریخ 2020. وقتی میریم توی این در مورد یه فیلم فضایی بوده که اینا میرن توی مریخ، یه آدم میره مریخ و این درباره اونه. وقتی که ما میزنیم روی این هلیکوپتره، اینجوری هلیکوپتر پرواز میکنه و پایینش به زمین مریخ نشون میده. بعدیش اینه ایزاک نیوتن، یه دونه ریاضیدان بوده که با یه درخت چیز میکرده. بعد این میره زیر یه درخت، بعد یه دونه سیب میفته رو سرش و اینجوری میفهمن که مثلا جاذبه وجود داره و ما وقتی که اینو میزنیم روی این سیبه اینجوری سیب میاد. و بعدیش این برای کسایی خوبه که گربه و سگ دارن. این گربهش وقتی که ما سرچ میکنیم کت، اینجا یه دونه چیز میاد، یه دونه پنجه گربه میاد که ما اینو فشار بدیم اینجوری. و کت هم همینطور. این هم کت مثل همون. وقتی که اینجاش یه علامت میاد اینو میزنیم، اینو دوباره میزنیم. و بعدیش این سونیک که همه میشناسین، یه شخصیت داره. وقتی اینجا یه عکس سونیک میاد، سونیک خال پشته که شخصیت داستانه، میزنیم اینجوری. و بعدیش فیبی بوفی فیلمه. وقتی که علامت گیتارش رو میزنیم، گیتار شروع به خوندنش. رازهای گوگل ما. اگه خوشتون اومد و دوباره خواستین این ویدیو بذارم حتما لایک کنید. خداحافظ تا ویدیو بعد.